له ډنمارک څخه د افغان غږ د رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ګران اوریدونکو سلامونه. یوسف هیواد دوست ما او د خپل همکار سره فیضیه خوسا زما سلامونه او درناوی هم ومنئ. جوړ روغ صحت او سلامت اوسئ. بیننده عزیز و گرامی، یوسف هیواد دوست هستم با همکارم فیضیه جان. یک سالونه در کوپنهاگن فکر میکنم کجاست؟ البرسلون د البرسلون ښار خب د البرسلون په ښار کې دلته یو شمېر افغانان راټول شوي دي او دوی د افغانستان سره د دغه زلزله ځپلو کورنیو چې د کونړونو په ولایت کې په لغمان کې او ننګرهار کې وشو دوی دلته بحث و خبرې درلودلې. ضمناً ځینې کومکونه یې راټول کړل او دغه کومکونه دوی استه‌ای افغانستان ته. من فکر میکنم که بسیار جالب است اگر بتانیم یکی دو صحبتی از ایشان بگیریم و این برنامه را با شما یک جای تعقیب بکنیم. ببینید کامرا این طرف برای ببینید که اون همکارای عزیز ما اینجا هستند و این وطندارایی است که جمع شدن حال دمی تفریح اینا را یگان مصاحبه را خواب گرفتیم. فیضه جان څنګه خبره؟ ولی نه یو دوست دلته زمونږ افغانان خدای دې لري هر چې روغ جوړ دي خپل هیواد نه کلري می بیا یو لاس دي همداسې ده زمونږ خویندې راغلي دي ورونه مو راغلي همداسې حتی موږ د شوروي اتحاد نه داسې دوستان لرو د روسیې نه چې راغلي دي دلته همداوز ما په خوا کې دوی شته ده یو لنډه مرکبه ورسره ونیسو چې دوی د تشریف. السلام علیکم خیریت صحت مو ښه ده صحت مو ښه ده خیریت ده. نو ګران اوریدونکي په ټوله نړۍ کې تا ګوري اوله خو د ځان ور وپېژنه. زه احمد ولید برهان یم په مسکو کې ژوند کوم ډېره ښه او څو ورځې دلته کېږي ډنمارک ته راغلی ډېره ښه. خب ولید جان عزیز اگر بر ما بگوییم که اینمی کمک‌هایی را که همراه افغان‌ها به این روزا میشه به خاطر زلزله که در کنر شده فکر میکنید که این کمک اساسی چی است؟ چی باید بکنه افغانای مخصوصا افغانایی که بیرون از افغانستان است؟ به نظر من این کمک‌ها چی باید بکنه؟ افغانان باید کمک‌های اقتصادی در قدم اول اینا بکنه که به خاطر که فامیلایی که فرزندای خود عزیزای خود عزیز دادن زلزله اخیری که در کنر و لغمان اینجا بوده باید پول جمع آوری کنن به خاطر اقتصادشون به خاطر دوباره ساختن. حالا یک امکانی است مثلا شما در روسیه ما در دنمارک و در دیگر کشورها با مؤسسات و با دولت‌ها صحبت کنیم میشه که بعضی از مؤسسات کمک کنند؟ حتما چرا نه. اقتصاد افغان ما هم در روسیه هم دیگر کشورها رابط دارن با مؤسسات اینجا مؤسسات خیریه و ارگان‌های دولتی میتونه که توجه جلب بکنه و کمک‌ها را به افغانستان بسیار یعنی این بهترین راست و فکر میکنم بسیار انسانی و خوبتر. وګورئ قدرمن دوستانو دا یو نوې خبره ده چې یعنی موږ مطرح کړله چې افغانان بهر کې چې اوسېږي دغه مؤسسات را خپل کړي او د دوی سره بحث وکړي. همداسې ډېره زیاته مننه وجه په تلو کې مې پوښتنه کوله چې په مسکو کې تاسو په مرکز د مسکو کې څنګه دي افغانانو ژوند افغانان شکر خیلی ټول کار کوي ټول زیار باسي. نو هلته خو جنګ روان ده څه تاثیرات منفي په تاسو نه فعلا آرامی ده و ژوند جنگ چې دا لري ده او یعنی افغانان په خپل کاروبار روزګار کې تاسو د یو مرکز چې شي لري چې افغانان سره مرکز سراسری غږ کمیټې لرو اتحادیه لرو که زه دغه غړی یم د اصلي غړی یم ډېره مسکو کې په ټول روسیې کې دغه یو دغه زما په پاسپورت کې ثبت ده. ډېره موافقت درته غواړم امیدوارم چې وملیدلی ډېر خوشحاله شولو وروسته د ډېرو وختو تاسو خو له کابله مو ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو راځئ داسې ولاړ شو وګورو چې یو شمېر دوستان دلته نور چې دي د دوی سره بحث او مذاکرات وکړو. قدرمنو لیدونکو دلته د افغانانو د شورا نوی رئیس جناب فرید برهان انجینر صاحب فرید برهان موږ سره ده. له فرید برهان نه به هیله وکړو چې یو څه دغه د کومکونو په ارتباط چې افغانستان کې د دې زلزله ځپلو سره یعنی د دوی په نظر د افغانان د شورا په نظر افغانان په خارج کې څه وکړي. برهان صاحب سلام خوب هستین؟
صحت شما خوب است؟ خیریت؟ بسیار خوش هستیم که در محفل شما سهم گرفتیم. شورای سراسری افغان ها. به نظر شما امی کمک ها بیاین نمت بریم چه یک کم صدا اینجا است. به نظر شما امی کمک ها کسایی که بیرون از افغانستان هستند، افغان های ما چی نظر دارن که این کمک ها چگونه، یعنی خودشان پول جمع کنن یا اینکه با مؤسساتی کشورها در تماس شوند؟ نظر شما چی است؟ یک کمی بیاین که در فضای آزاد باشه. چون یا موسیقی از بله. واقعا وقوع زلزله اول خود شما را خوش آمدید بید. سلامت زنده باشین. مهربانی تشکر از شما. زنده باشین. از فسجان موسا، از افکار همیشگی شما. زنده باشین. قسمت تنظیم برنامه ها شما های واقعا نسبت به وطن، مردم، افغان‌ها و پاکستان. با تأسف که وقوع زلزله در ولایت شرقی افغانستان به طور خاص در کنر واقعا یک تراژدی است. این تراژدی تنها برای مردم کنر نیست، برای ولایت شرقی نیست. این تراژدی در مقیاس کشور یک تراژدی افغانستان است. یک تراژدی همه مردم افغانستان. واقعا متاسف است. واقعا فاجعه بار است. واقعا متاسف کننده هست، متاثر کننده هست. واقعا برای انسان شاک میده وقتی که بودی از این حوادث آدمی. بله. چی فکر میکنید در رابطه با چگونگی کمک؟ اما آنچه که مربوط به افغان‌های خارج کشور میشه، فکر میکنم که عده‌ای از افغان‌های ما و هموطن‌های ما روابط مستقیم با خانواده‌ها یا محل‌های مربوطه دارن که کمک میکنن و عده‌ای هم از طریق شناخت و روابط شخصی کمک میکنن و مراجع و عده‌ای که شناخت و روابط ندارن. و فکر میکنم بهتر هست از طریق نهادها و سازمانها یا انجمنها یا گروپ هایی که ایجاد شده، گروپ های کمک برای مردم کنر و ولایت شرقی با استفاده از نمرات تلفن‌هایشان و مراجع مربوطه، من فکر میکنم واقعا یک کمک انسانی و بشردوستانه و وطن پرستانه است که با اونا کمک و همدردی کنیم. خب ما نظر داریم، رادیو تلویزیون صدای افغان از دنمارک نظر داره که خب این کمک ها در جایی رو نخواد گرفت. $100 $50 یا $10 اگر میتونم بسیار این کار نیک است. اما اگر همین افغان هایی که بیرون از افغانستان زندگی می، مثلا در دنمارک، در سایر کشورهای دیگه، اینا با بعضی از مؤسسات این کشورها در تماس شده یا با پارلمان از اینها و این مؤسسات ترغیب بکنن به خاطر از اینکه اونا میتونن بیشتر کمک بکنن، مثلا در خانه سازی برای اونها، بر ایجاد مراکز صحی برای اونها. چی فکر میکنیم به این مورد؟ خب بسیار خوب هست. افغان‌های ما، هموطن‌های ما که امکانات از این دارن در ادارات و مؤسسات دنمارکی از طریق صلیب سرخ و سایر نهادهای خیریه که در دنمارک و کشورهای خارج هستند، اگر تماس‌های را میتونن تامین کنن، خوب هست که اینها ترغیب شوند و کمک‌هایشان جلب شود به خاطر بازسازی و حداقل اعمار مجدد منازل امی آسیب رسیده ها. بسیار میکنم واقعا یک اقدام وطن پرستانه است و در این حال تشکر یک بار دیگه از شما. خواهش میکنم عزیز. خواهش میکنم. و محترمه فیضه جان موسی زنده به این باشید. راستا به حیث هموطن، به حیث یک افغان، خواهش واقعا سعی و تلاش همیشه بی‌دریغانه داشته لطف شما به خاطر خدمت به زنده باشید. افغانستان واحد. بیننده عزیز و گرامی، جناب انجینیر فرید برهان، رئیس شورای سراسری افغان‌های مقیم دنمارک، یکی از شخصیت‌های بسیار مهربان افغان‌ها در مقیم دنمارک هستند که نه تنها از طریق این شورا که ایشان سمت رهبریش به عهده دارند، بلکه بسیار خصوصی و بسیار شخصی از اون احساسات نیک افغانی که داره با هم افغان‌ها روابط نیک داره، در وقت‌های بسیار حساس و مهمی که ضرورت به کمک و حمایت باشه، ایشان و شورای سراسری افغان و سایر نهادهای افغانی در اینجا تلاش کردن. قلبا ممنون هستم. زنده و سلامت باشید. زنده باشید. بسیار تشکر از همچنان شما هم خواهش میکنم. خوش هستیم که خوش هستیم که همچنان از فیض جان موسی تشکر که ما را دعوت کردین و رادیو تلویزیون همیشه در خدمت شما است، همون شما حمایت کردید. از ما هست. افغانان شورا هم از شما. تشکر. خب بیننده عزیز و گرامی،
همچنان صحبت‌های خاص داشتیم با سایر افغان‌های عزیز. بیننده‌های عزیز و گرامی، بازم عرض سلام دارم. در جریان محفل هستیم. یکی از شخصیت‌های بسیار بزرگوار، دانشمند گرامی، دیپلمات سابق قدر کشور جناب هادی ابوی را با خود داریم. در کوپنهاگن زندگی میکنن و بسیار خوششانس هستیم ما که اتو شخصیت بزرگوار امروز در این محفل تانستیم پیدا بکنیم. سلام ابوی سید محترم، صحت شما خوب؟ خیریت خوب هستید؟ امیدوار هستم کمره ما یک کمی نزدیک بیاید که ببینیم صدا را، چون سر و صدا بسیار زیاد است. خب بسیار خوش هستیم شما را میبینیم و یکی از دلایل خوشی ما هم است که همیشه رادیو و تلویزیون صدای افغان حمایت کردیم. همکار عزیز ما بوده در تهیه مطالب و سایر فعالیت‌های شما قابل افتخار. خواهش میکنم. جناب ابوی سید محترم، من میخواستم یک مطلب عرض کنم. امروز در این مجلس هم یادآوری شد که افغانای محترم که اینجا جمع شدن که همین نحوه کمک در یک آفت که در افغانستان به پیش میاد، مثلا این زلزله که شده در کنرها، خب چگونه باید کمک شود؟ انواع مختلف. به نظر شما او نوعی از کمکی که لازمی و ضرور و موثر است چیست؟ اول خود یک بار دیگه اظهار تاسف میکنم. حادثه طبیعی یک حادثه است که نمیتونین چیره مسئول نسازین، چون طبیعت از زلزله است و بسیار سخت و سنگین بود و اظهار تسلیت میکنم به تمام بازمانده ها. دوم عرض بکنم که ما اینجا متاثر میشیم و بسیار آرزومند هستیم کمک بکنیم. کمک ها میشه صورت میگیره، اما کمک های انفرادی به اون مقدار نیست که بتانه زیاد دوجه موثر واقع شود. هدف ما شما ای است که $10 و $20 را که ما جمع میکنیم این جای را نخواد گیریم. بله، بسیار کم است. گرچه احساسات امو کمک کننده را میتونه آرام بسازه، اما عملا بسیار چیز کم است. بهتر است که پای مؤسسات بزرگی که اونا مؤسسات کمک دهنده هستند و در اروپا یک تعداد زیادی از این وجود داره، پای از اونا باید کشانده شود، بر از او آگاهی داشته شود به مجرد حادثه‌ای که صورت میگیره، تا ما بتونیم از بودجه های نسبتا بزرگ از اونا استفاده کنیم. در غیر از او هم پول ما کم است، همین ارسال سخت است، همین توزیع از این سخت است. کلش میتونه که اگر وقت متاسفانه نتایج مطلوب هم به دست نیازی. ما تازی تجربه داریم مثلا زیاد. به این خاطر من فکر میکنم که هر قدر که ما بتونیم همین مؤسسات پیدا بکنیم و اونا را تحریک بکنیم به این که در حادثه کمک بکنن، راه بهتر و خوبتر. بسیار زیاد تشکر جناب ابوی سید محترم، لطف کردین. بسیار نظر دقیق. همونطور که ما هم فکر میکردیم که همین کمک های انفرادی شاید و جای نگیره، اما بسیار تکمیل کردین همین پیشنهاد واقعا. بسیار زیاد تشکر از شما، لطف کردین. بفرمایید. قدرمن لیدون که پزرپور ده چه طول افغانان حتی که چه در افغانستان په دغه غمیزه کې ځان شریک کی او هر چیرې نه یوازې دلته په ډنمارک کې د ډنمارک په هر سیمه کې چې د اروپا په ټولو هیوادو کې او همداسې په ټول نړۍ کې د کونړونو او د نور ولایاتو د زلزلې ډېر زیات افغانان ته ټکان ورکړی ده او دوی داسې کړي دي چې یعنې شپه او ورځ دوی د خپل وطن په فکر کې دي. په هر حال قدرمن دوستانو، موږ به ځینې نورې مرکې هم ولرو. موږ په دغه ساحه کې یو شمېر دوستان و عزیزان لرو چې هغوی ته به هم ورشو او له هغوی نه به هم مرکې راواخلو. شنونده‌های عزیز و گرامی، همین لحظه یکی از همکارای بسیار عزیز خودم میبینیم از تلویزیون بهار، جناب حنان نوس هم در این محفل تشریف دارن و خوشوقت هستیم که ایشان هم یافتیم. حنان صاحب نوسی عزیز مانده نباشین، جور بخیر. بسیار خوش هستیم که شما را میبینیم.
سلام عرض احترام بر شما دارم، برای همکارای تکنیکی تان دارم. خواهش میکنم. شما برای بیننده عزیزتان دارم احترامات سلامت باشین. سلامت باشین. راستی این برنامه تلویزیون بهار از دنمارک واقعا بسیار دلچسب است. بسیار دلچسب است. واقعا بسیار مسلکی و دقیق و خوب تهیه میشه. براتون تبریک میگیم. زنده باشید. ما اصطلاح دارم میگه سخنی که از دل بخیزه پس به دل میشه. واقعا همونطور است. واقعا. خب جناب نوس محترم، امروز ما در این محفل افغان‌هایی که مقیم دنمارک هستند در کوپنهاگن، اتحادیه افغان‌ها یا شورای افغان‌ها و یک عده دیگه کثیری از افغان‌ها اشتراک به هم رسانیده که در این بحث کردن با نحوه کمک به مصیبت‌هایی که در افغانستان میاد، مثلا این زلزله که شده در افغانستان. نظر شما چی است که چی باید بکنه افغان‌های بیرون برزی؟ بله، تشکر از سوال شما. در قدم نخست ما درود میفرستم بر روح شهدا، روح آنانی که در زلزله آخر جان به حق سپردن، برای خانواده‌هاشون عرض تسلیت میکنم. خداوند صبر بده. واقعا یک حادثه بسیار غم انگیز برای هم هستند. همانطوری که برای شما بیننده عزیز معلوم است، این مسائل جغرافیش مطرح نیست که ما در کجا هستیم. امی که در هر کجا حادثه خبر میشه، هموطنان ما خوشبختانه که در این گپ بسیار یک اتفاق خوب دارن، همدردی میکنن، همرسانی میکنن. از شما تشکر که همیشه موضوعات همرسانی کردین و با هموطنان و همنوان ما در هر گوشه رساندین. نه تنها افغانا بلکه کشورهای همسایه خوشبختانه در یک همکاری بسیار خوب کردن. به خصوص در دنمارک ما از کشورهای همسایه ما شامل ایران و پاکستان و آذربایجان و بوسنی و مردمش خبر شدن، همکاری بسیار خوب کردن. سوال بسیار خوب شما مطرح کردین که ما اگر یک کس ما یک دانه ماهی بتیم، یک چاشنان دادیم، اگر ماهی گرفتن یاد بتیم، یک عمر برشان کمک کردیم. یعنی تنها پول نقد نیست که بتونه که بر از او کمک شود. همین خود طرز کمک، طرز خانه آباد کردن یا هموطنان ما خوشبختانه اتحادیه و نهادها به اندازه توانشان به اشکال مختلف توانستن به اسرع وقت کمک و پول روان کردن که ما میخوایم از طریق رسانه شما یک خبر خوش دیگر هم بتیم که دنمارک یک بخش داره که اینا سالانه یک بودجه داره، بودجه انکشافی برای افغانستان. ما در اون بخش در این مورد حادثاتی که از لحاظ حادثات طبیعی است نه حادثات جنگی همراهشون با تماس شدیم. اونا گفتن که اگر شما زمینی امنیتش فراهم بکنین ما حاضر هستیم برای شما کمک کنیم، چرا که بودجه از وقتی که امنیت ثبات نداشتن بر افغانستان توقف کرده. از اون جمله یکی امیر گفتن که ما فعلا یک پروژه زیر کار داریم که ما یک هیئت، یک گروه آماده شده که بریم در داخل افغانستان هم کمک‌های هموطنان خود برسانیم و هم یک سروی بکنیم برای ساحات مختلفی که این ساحه آسیب پذیر است، از لحاظ سیل می از لحاظ زلزله می آسیب پذیر است. اینو چگونه میتونه یک آگاهی برای مو هموطنای ما در اون محلی که سکونت میکنه برشون بده. از قبیل مثلا در وطن ما رواج است که مردم همیشه خانه را از پخسه و گلیا جور میکنه که در عادی تکان کل خشت و گل سر فامیلشون میریزه. اگر این خانه برشان آگاهی داده شد که شما داخل همین دیوارهای خود ستون چوبی بگیرین، امکانات کم میره که خانوادهشون زیر خاک و گل شود. اینمی پروژه از دنمارک اساس گذاری شده و ما هم در رأسش هستیم و یک تا دوستای دیگه هم هستن که ما در داخل افغانستان میریم. امیدوار هستم که در اوج دوستای ما که هستن، هموطنان ما هستن و کسایی که در اوج در رأس این کارا قرار دارن همراه ما همکاری بکنن تا بتونیم که این ساحه رو سروی کنیم و هموطنان خود قبل از اینکه حادثه واقع شود همکاری بکنیم. بسیار گپ. و این پیش از اینکه بیچاره جان و عزیز بتن از هر طرف پول کمک کنید، تنها کمک نیست، هم خانواده کوچه زیر خاک هستن، حتی بسیاری کسا خانواده خود نتونسته زیر خاک بکشن، وسایل ندارن، افزار ندارن و از طرف دیگه از روز خود ساختمانی یا ژئوپلیتیکی که در اون منطقه ما داریم یک آگاهی وجود نداره که در کجا چه شکل خانه ساخته شده، در سر کوه به چه شکل باشه، در تپه چه به چه شکل باشه و در زمین زراعتی به چه شکل خانه ساخته شود. یک سروی صورت میگیره. بسیار گپنیک. بسیار عالی. و خب سفری که پیش روی دارن بخیر برین و بخیر پس بیاین به کشور عزیزتان افغانستان. انشالله که شما یکی از جوانای بسیار فعال و ژورنالیستای بسیار
عملی هستیم که این زمینه کمک خودتان فراهم میکنین. بسیار عالی، تشکر از شما. ما حاضر شدیم خود ما بریم از داخل همه چیز سروی کنیم ببینیم و بیاریم اینجا ببینیم که هم امکانات شخصی رسمی دولتی چقدر امکانات چقدر بودجه وجود داره ما بتونیم هموطنان خود کمک کنیم. بسیار عالی، بسیار عالی. همه با ما هم بسیار عالی. تشکر از شما جناب حاجی صاحب عنان نوس. تشکر از شما که سهم گرفتین. خب بیننده‌های عزیز با ما باشین. قدرمن لیدونکو هیله ده زموږ دغه خپرونه مو خوښه شوي او تاسو ته په زړه پورې وقفه شوي. موږ ډېر خوشحاله یو چې دغه وړاندیز دغه قدرمنو افغانانو دلته په ډنمارک کې هم همداسې نظر ورکړ چې دا لږ لږ پیسې خو به راټولې کړو، دا هر څوک به یې $10 ورکړو، $10 به ورکړو یا یورو به ورکړو یا به دا نورې پیسې، اما دا د افغانستان د خلکو ستونزه نشي حل کولی تر څو د لویو غټو مؤسساتو لارې او د هغو مؤسساتو او دولتونو او پارلمانونو لارې چې هغوی دې ته حاضر دي چې لاړ شي دننه په افغانستان کې او د افغانستان د خلکو دا ستونزې هلته حل کړي. موږ خوشحاله یو چې په دغسې یو پروسه کې برخه اخلو او خوشحاله یو چې زموږ دغه ګران عزیزان جناب حنان نوس او نور ملګري دغه د دې ته چمتو شوي دي چې دننه افغانستان ته لاړ شي او عملاً د خپلو خلکو سره مرسته وکړي. ډېره زیاته مننه او لاړ به شو وګورو که نور مو څوک پیدا کړل د مرکو لپاره ښه او که نه تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم.